این زنان افغان طلب دارند که طالبان حق کار و تحصیلشان را برگردانند. آنها می‌خواهند جامعه جهانی بر رهبران طالبان فشار بیشتر بیارد. تظاهرات 26 اکتبر بعد ملاقات نماینده سازمان ملل با وزیر خارجه طالبان صورت گرفت. به خاطر صدای زنان افغانستان، به خاطر سلب آزادیشان، به خاطر سلب حق و حقوقشان، به خاطر سلب آموزش پرورششان، دروازه‌های مکتب بسته هست، دروازه‌های دانشگاه دولتی بسته هست. شما صدای ما را بیاین بلند بشنوین. ما روزهاست در جاده ها میبریم، صدا بلند میکنیم. ما تحت تاثیر فشار وحشت طالب قرار گرفتیم. به خودم به خصوص 2 دفعه چندین دفعه گاز اشک‌آور سرم استفاده شده. نیروی نظامی خیلی حالت وحشیانه را همه ما دیدیم. ما به خاطر دادخواهی، به خاطر عدالت تظاهرات کردیم. قسمی که می‌بینین طالبان ما را در محاصره گرفتن. زنان تظاهرگر از خشم طالبان هم نترسیدند. زنان افغان همچنین می‌خواهند جامعه بین الملل امکان بدهد افغانستان پولش را از بانک‌های بین المللی بگیرد تا مواد غذایی خرید تواند. سازمان ملل میگوید ممکن است نصف از مردم گرسنه مانند. بعد آمدن طالبان دسترسی به 9 میلیارد دلار افغانستان ناممکن کرده شد. به خاطر بانک‌های افغانستان آزاد کنه، به خاطر مردم از گشنگی میمیره. خب برای مولیدون بگین، قرار بگین سوی تفاهم ایجاد نکن، برای شوازی بگین که ما علیه سازمان ملل تظاهرات داریم با مردم از گشنگی مش چرا پولای افغانستان. اتحادیه اروپا به افغانستان 1 میلیارد دلار وعده داده است. زنان افغان میگویند تا زمانی که حق تحصیل و کارشون را باز پس نگیرند از تظاهرات دست نمیکشند.